صبحان جوادی هستم، به یک دیگه از ویدیوهای من خوش اومدید. توی این ویدیو قراره بهت یاد بدم چجوری اولین پولآپ زندگی تو بری و اگه همین الانم میتونی پولآپ بری، توی این ویدیو قراره یاد بگیری که چجوری تکرار پولآپاتو بیشتر کنی. پولآپ فقط یک تمرین ساده توی تمرینات وزن بدن نیست، بلکه توی خیلی از تست‌های آمادگی جسمانی هم استفاده میشه. از مدرسه گرفته تا ارتش و توی تمرینات خیلی از ورزشکارهای حرفه‌ای دیگه. برای همین میشه گفت یکی از بهترین حرکات برای ساختن عضله و بیشتر شدن قدرت توی کل بدن، مخصوصا عضلات پشت. خوبیش اینه برای انجام پولآپ به هیچ وسیله خاصی نیاز نداری، فقط یه جایی رو می‌خوای که ازش آویزون بشی. چون مقاومتی که داری استفاده میکنی وزن بدن خودته و دقیقاً به همین دلیله که خیلی‌ها با این حرکت مشکل دارن، چون نسبت قدرت بالا تنت به وزن بدن تعیین میکنه که چقدر توی این حرکت بخوای خوب باشی یا بخوای ضعیف باشی. ولی مهم نیست الان توی چه وزنی هستی و قدرت بدنیت الان در چه لولیه. توی هر قد و وزنی باشی میتونی اون آمادگی اولیه برای زدن پولآپ رو پیدا کنی و بعدش هم تکرارهاشو کم کم ببری بالا. حالا چه هدفت این باشه که حرکت‌های سخت‌تر مثل وان آرم پولآپ یا ماسل آپ رو یاد بگیری یا فقط بخوای اولین پولآپتو بزنی، باید عضلات مربوط به پولآپ رو هوشمندانه تقویت کنی و از تمریناتی استفاده کنی که مسیر حرکتی مشابه پولآپ رو دارن تا سریعتر به هدفت برسی. پس تو این ویدیو یاد میگیری اولین پولآپتو بزنی و هم یاد میگیری چجوری تکرارش رو بیشتر کنی و البته برای شروع هم فقط یه میله بارفیکس لازم داری. آویزون شدن. اولین چیزی که برای پولآپ باید یاد بگیری آویزون شدن درست از میله بارفیکسه. اگه دست و گریپت زود خسته بشه خیلی سخت میتونی پولآپ رو یاد بگیری، ولی اگه قدرت گریپت و زمان آویزون موندنت رو تقویت کنی، دیگه موقع حرکت تمرکزت رو نگه داشتن میله نیست، روی تکنیک پولآپ تمرکز میکنی و همین باعث میشه خیلی سریعتر پیشرفت کنی و یه پایه قوی برای ادامه بسازی. من الان 10 ثانیه روی میله هنگ میمونم، یعنی آویزون میمونم، بعد براتون توضیح میدم که چطور باید انجامش بدیم. خب بریم. 10 ثانیه من میخوام از میله آویزون بمونم. میریم زیر میله، بدن رو کاملا شل میکنی، محکم میله رو میگیری و آویزون میمونی. سعی کن فرم بدن صاف باشه مثل مداد، پاها به هم چسبیده و فقط آویزون بمون، ریلکس. خیلی خوب. اینم از آویزون موندن که مرحله یکی بود که باید انجام میدادیم. خیلی خوب. اینم از آویزون شدن درست. اول از همه دستات باید تقریبا به اندازه عرض شونه باز باشه، گریپت هم باید کاملا محکم باشه. بند انگشتات باید روی میله باشه نه کنار میله. هر چقدر محکمتر میله رو بگیری کمتر تاب میخوری و کنترل بیشتری داری. باید شکمت هم سفت باشه، کل بدنت صاف و کشیده باشه، پاها چسبیده به هم و پنجه ها کشیده شده. وقتی هم میپری میله رو بگیری دقیقاً از زیر میله بپر، نه با زاویه که کمتر تاب بخوری و تعادلت به هم نریزه. حرکت دوم اکتیو هنگه که شما از میله بار آویزون میمونی. تفاوتش با قبلی اینه که سعی میکنی دو تا تیغه‌های سرشونت رو از پشت به هم بچسبونی. باید بتونی این حالت رو 45 ثانیه نگه داری تا پایت قوی بشه و بری سراغ مرحله بعدی. برای فعال کردن کتفا بازوات صاف میمونه، شونه‌ها رو میکشی عقب، انگار میخوای تیغه‌های کتف رو به هم بچسبونی. این حالت در واقع دنده یک پولآپه. تمام پولآپ هاتون از همینجا شروع میشه. اگه فعال سازی کتف قوی داشته باشی، پولآپ برات خیلی راحت تر میشه، تعداد تکرارهات بیشتر میشه و عضله و قدرت بیشتری هم میسازی. پس قبل از رفتن به مرحله بعد باید بتونی اکتیو هنگ رو 45 ثانیه نگه داری. خب حرکت دوم اکتیو هنگه که همون آویزون موندن از میله است. من از پشت میرم که ببینی، ولی فرقش اینه که این دوتا تیغه‌های سرشونه که این پشته، موقعی که آویزون میمونی باید اینجوری به هم نزدیکشون کنی، یعنی آویزون و ریلکس نه، این دوتا تیغه‌های پشت رو به هم نزدیک کن و نگه دار. بدن صاف. پس چی؟ اینجوری شل نمون، اینجوری بکش بالا.
مرحله سوم میشه اسکاپولا شراگز. تو همون حالت آویزون از حالت ریلکس میری به حالت اکتیو هنگ. قرار 10 تکرار رو با هم بزنیم. برای انجامش بدنت باید کاملا صاف باشه، گریپ محکم، بند انگشتا رو به بالا، کتف رو شل کن و جمعش کن عقب. انگار میخوای تیغه های کتف رو به هم برسونی از پشت. حرکت سوم 10 تکرار اسکاپولا شراگز که از حالت ریلکس که همون حرکت اولمون بود باید برین رو حالت اکتیو هنگ. دوباره ریلکس، دوباره اکتیو. 10 تکرار انجامش میدم. از پشتم انجام میدم که حالت پشتشم ببینیم. موقع بالا اومدن سعی کن کتفا رو از پشت به هم بچسبونی. خب اینم 10 تا اسکاپولا شراگز. حتی اگه الان پولاپ میزنی، تمرین دادن همین حرکت به تنهایی میتونه تعداد تکرارهاتو بیشتر کنه، چون این همون بخشیه که خیلی‌ها تو قدرت پشتشون ضعف دارن. وقتی 10 تا کامل با فرم درست زدی، آماده مرحله بعدی هستی. فقط یادت باشه هر چی میری سراغ حرکت‌های سخت‌تر، تمرین‌های قبلی رو هم ادامه بدی. مرحله بعدی استرالیان پولاپه که برای این حرکت به یه میله کوتاه‌تر احتیاج داریم. این حرکت نسبت به پولاپ راحت‌تره چون وزن کمتری از بدنت رو تحمل می‌کنی، ولی همون عضلات و همون مسیر حرکتی رو درگیر می‌کنه. الان می‌خوام برم و 10 تاشو انجام بدم. حرکت بعدی استرالیان پولاپه که روی میله کوتاه‌تر انجامش میدیم. حواستون باشه و زمانی که میخوای شروعش کنی کتف و اینجوری شل و رها نکن. استارتش از این حالت اکتیو هنگ باشه. از همینجا شروع کن. پس اینجوری شل نکن. این 3 مدل اصلی هستن. میتونی چیناپ هم تمرین کنی. هرچی این مدل ها رو بیشتر قوی کنی، بعداً راحت‌تر میتونی بری سراغ حرکت‌های مثل آرچر پولاپ، تایپ رایدر پولاپ یا وان آرم پولاپ. حالا که قدرت رو ساختیم، برمیگردیم دوباره سراغ میله بارفیکس. مرحله بعدی جامپ نگاتیو پولاپ هستش. این آخرین مرحله اصلی قبل از اولین پولاپ واقعیه. همونطور که میبینید الان خیلی به پولاپ واقعی نزدیکتر شدیم، چون با استرالیان پولاپ قدرت کششی ساختیم. الان میتونیم پایین اومدن حرکت رو کنترل کنیم. همیشه میگم وقتی بخش منفی یه حرکت رو تمرین بدی، بالاخره قدرت بخش مثبتش رو هم به دست میاری. فرقی نداره برای وان آرم پولاپ باشه، پلانچ باشه یا پولاپ معمولی. هرچه آرومتر و کنترل شده تر بیای پایین، قدرت بیشتری برای بالا رفتن میسازی. اوایل شاید مجبور بشی کامل بپری بالا، ولی کم کم بیشتر میکشی و کمتر میپری تا جایی که دیگه اصلا به پرش نیاز نداری. موقع انجام حرکت همون فرم قبلی رو حفظ کن. گریپ محکم، بدن صاف مثل مداد، پنجه ها کشیده، کتف فعال و پایین اومدن کاملا کنترل شده باشه. برای کمک بیشتر میتونی از کش مقاومتی هم استفاده کنی، ولی نباید به کش وابسته بشی. باید همچنان همین مراحل رو تمرین بدی تا هم اولین پولاپتو بزنی، هم پایه قوی بسازی و تعداد تکرارهاتو بالا ببری. حرکت آخر جامپ نگاتیو پولاپ. زیر میله قرار میگیری. خودم 6 تا میرم.
وقتی اولین پولاپتو زدی، مرحله بعدی زیاد کردن تکرارهاشه. ولی حواست باشه تعداد تکرار تمیز رو زیاد کنی، نه تکرارهای شلخته و بد فرم. بهترین روشی که برای من جواب داد این بود که هر دقیقه بیشترین تعداد تکرار ممکن با فرم کامل رو میزدم برای 10 تا 15 دقیقه. یعنی تایمر رو روشن میکنی، هر دقیقه بیشترین تعداد پولاپ رو میزنی، بعد استراحت میکنی، دقیقه بعدی دوباره همین کار رو انجام میدی. همین روش به تنهایی تکرارهاتو خیلی بالا میبره. یه روش خفن دیگه هم هست، از سخت ترین مرحله‌ای که بلدی شروع کن، مثلا پولاپ، تا جایی که میتونی با فرم درست بزن، بعد برو مرحله قبلی، مثلا نگاتیو پولاپ، اونو هم تا آخر بزن، همینطور ادامه بده تا برسی به ساده ترین مرحله‌ای که میتونی. این کار باعث میشه حتی وقتی خسته‌ای بازم عضلات و مسیر حرکتی پولاپ رو تمرین بدی و این سریع ترین راه برای قوی تر شدنه. هم آماده حرکت‌های سخت‌تر مثل ماسل-آپ و وان آرم پولاپ و غیره هم میشی و همینطور اولین پولاپتو میزنی و تعدادش رو بیشتر میکنی. اگه از این سبک ویدیو خوشت اومد، حتما ویدیو رو لایک کن، نظری داشتی کامنت کن، سوال تخصصی اگه داشتی، مشکل خاصی بود تو کامنت ها بپرس، من حتما پاسخ میدم. توی ویدیوهای بعدی میبینمتون.